برای اون که ولنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها. یک روی مالچه خورد، روی مال کلان نه. ولنصیفها علی رأسها، یک روی مالچه خورده که زنک حور در جنت بر سرش میبندد، خیر من الدنیا و ما فیها، از دنیا و از آن چیزی که در دنیا هست قیمت است. در زمان سیوز بود، یک زنی بای بود از شهرهای ما، از زمان اون وقت اخبار روسی وریمیا نام داشت، از همون برآمد کرد، یک شوبش گفته بود که این شوبه هم $10,000 می‌ایستاد. گفته اون وقتا یک خانه سه خانگی $300 بود، یک خانه سه خانگی $300 بود. میگم این شوبی من $10,000 است. گفته از مسکو برآمد کرده بود، یک زنکی بای بود. مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که ولنصیفها علی رأسها، یه روی مالچه‌ای که زنکی حرور دارد از تمام مال و ملک دنیا قیمت است. ببینید در بعضی جاها یک کوادرات زمین مثلا 50-60 هزار دلار است، یک کوادرات. بعد در بعضی جاها یک ساتقش، در بعضی جاها یک هکتارش $100 است مثلا. لیکن عموم زمین، عموم کنز دنیا، این مال و ملک طلای و نقره و مالی که در این دنیا هست، اینا عددش الله تعالی میده. یک روی مالچه زنه که حور از دنیا قیمت می‌ایستد. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی این دنیا قدر و قیمت ندارد. اگر هم قدر آخرت به همین دنیا کسی عوض کنه و عقل ندارد. برای اون که عقل می‌داشت آخرت ابدی را به دنیای دو روزه عوض نمی‌کرد.